امید گریزاده رئیس نویه فردوسی روز 14 فوریه سال 2024 در نشست خبریش گفت طبق نقشه گنرالی رشد پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان، بازارهای سخاوت، پنجشیر و گنجینه که در پهلوی هم در حدود نویه فردوسی در کناره‌های جنوبی شهر دوشنبه جایگیر شدند خراب کرده می شوند. امید گریزاده گفت مسئله تخریب این بازارها 2 سال پیش زمانی که من معاون رئیس شهر دوشنبه بودم در یکی از جلسه های حکومت شهر با اشتراک رئیس پایتخت رستم امامعلی برداشته شده بود. طبق نقشه گنرالی شهر دوشنبه در آینده بازار سخاوت، پنجشیر و گنجینه باید به دیگر جا کوچانیده شوند. امید گریزاده درباره مشخصاً کی آغاز شدن تخریب این بازار چیزی نگفت، ولی گفت که بازارنشین‌های سخاوت، پنجشیر و گنجینه به مرکز سودای معاصر کوچانده خواهند شد. او درباره اینکه این مرکز سودای نو در کجا و از جانب کی ساخته می شود معلوماتی نداد، ولی گفت که این مرکز نو باید مثل بازار میرگان ساخته شود. رئیس نویه فردوسی گفت در مورد اینکه به جای بازار سخاوت، پنجشیر و گنجینه چه ساخته می شود هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. رئیس نویه همچنین خبر داد که همراه با بازارها محله اهالینشینی که در پس سخاوت، پنجشیر و گنجینه جایگیر شده است نیز خراب کرده می شود. او گفت در پشت این بازار یک قشلاق کلان است. پرداخت کردن جبران برای خیزاندن آنها مبلغ کلان را طلب می کند. این خراجاتی است که از بودجت بدون پرداخت انداز و دیگر پرداخت ها می دهیم. حالا خرچ برطرف کردن خانه ها حساب نشده است، این در آینده است، ولی برای خیزاندن مردم شاید یگان 100 میلیون سومونی لازم شود. خیزاندن بازار را در دوشنبه در سالهای آخر چندین بار صورت گرفته است، از جمله مقامات قبلا بازار شامنصور معروف به زیلیان و بازارهای مواد ساختمان و مالهای روزگار سلطان کبیر و جلجم را خراب کردند. تاجران سلطان کبیر و جلجم را به بازار نوبنیاد کوشانیان کوچاندند که مالکش بنا به معلومات منابع مختلف شمس‌الله صاحبوف یکی از 7 داماد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است.